سلام و درود به اونایی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن. آقا همونطوری که از تامنیل و تایتل ویدیو دیدید اومدیم امروز که یه هوش مصنوعی یا یه برنامه بهتون معرفی بکنیم که بتونید برای خودتون ویدیو بسازید، عکس بسازید، تصویر تولید، حالا ویدیو تولید، حالا هرچی که مد نظرتونه. چند تا کار داریم، چند تا روش داره که باید انجامش بدیم و به 2 تا وبسایت نیاز داریم که حتما تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. 100% بهتون میگم که چجوری از این ویدیوهای یوتیوبی بسازیم، آپلودش کنیم و کلی پول به جیب بزنیم. آقا لیتس گو. خب برای بچه بدون انجام هیچ کار مرورگرمون رو باز میکنیم. واو عجب روز پرطرفداری برای جستجوها. خب آقا ما عبارت هوش مصنوعی رو سرچ میکنیم و همین اول که اومده چت رایگان همونو روش کلیک میکنیم و وارد سایتش میشیم. منتظر میمونیم تا سایت برامون بالا بیاد. حالا میتونیم با همین نسخه‌ش هم تصویر بسازیم. نحوه اول برنامه اینجوری که بچه‌ها ویدیو که میخوایم بسازیم اول باید عکس رو تولید بکنیم، بعد بریم سراغ ساخت ویدیو از عکس. حالا اگه بیاید این پایین اگه دقت کنید ابزارها رو بزنیم، تولید تصویر اینجا هستش، ولی اون عکسی که مد نظر ماست خوب نمیسازه اونو. پس ما از این بالا این بخش رو کلیک میکنیم و لیست مدل‌های رسمی رو کلیک میکنیم. ببخشید. بعد اینجا تولید تصویر هستش که اونو هم کلیک میکنیم روش و اینجا فلوکس نمیدونم اسشور نمیدونم چیه، اونو انتخاب میکنیم و وارد چت باهاش میشیم. حالا این حرفا رو میگه شما باور نکنید. حالا ما عبارت یه موز شیشه ای که روش چی شد؟ نه چیز که بالای سرش یک چاقو کرد. البته شاید مثلا نسخه من نسازه اینو، چون من خیلی ساختم باش بچه‌ها. شاید مثلا نه حالا تولید تصویر میزنیم، حالا اگه نساخت می‌ریم با یه شماره دیگه میریم. خب آقا چیز مد نظرمون رو تا اینجا ساخته. خب اینجا از اینجا دانلود رو میزنیم. خب الان این عکسه تو گالری ما از سایت بیرون میاد. عبارت رنوای نمیدونم چی، اینو سرچ میکنیم و روی سایت اولیه کلیک میکنیم تا وارد سایتش بشیم. خب از این قسمت فکر کنم بچه من قبلا ثبت نام کردم و برای هر جیمیلی مثلا ترجمه کنم ببینم ماجرا چیه. مثلا برای هر جیمیلی مثلا شاید 2-3 بار اجازه بده که بشه ویدیو ساخت باش. جت استارتد نه وایسا بشه ترجمه بشه. خب آقا اینجا این بخش رو ببینید. همین حالا باید همین حالا رایگان امتحان کنید بابا. خب وارد فکر کنم چتش بشیم. من چون قبلا خیلی باش ویدیو میساختم ولی الان دیگه زیاد نمیسازم، هم چندین ویدیو همینجوری ساختم میرم. خب آقا بگذاریم، منتظر میمونیم تا سایت بالا بیاد برامون. حالا بالا آورده، حالا منتظر میمونیم. خب به خب آقا میام اینجا. ببینید بچه‌ها این قسمت create modify and emoji or video، حالا اینا کلیک میکنیم ما روش و الان یه
چیزی مینویسه برامون، میگه آقا عکس وارد کنه این چیزا. رفقا من عکس رو وارد کردم، حالا با کمک نوار ترجمه گوشیمون کیبوردمون، حالا میتونید از گوگل ترنسلیت هم میتونید کار انجام بدید. مثلا میرم مینویسم موز در حال که تکه شدن. خب حالا اینو که وارد کردیم، البته منتظر میمونید، من اینجا دیگه کاری ندارم باش. آبیا میزنم، این ارسال میشه به این بخش. حالا منتظر میمونیم تا ویدیومونو بسازه. خب بچه ها همین الان متوجه شدیم که سایته برامون اعتبار نداره. خب رفقا همونطور که دیدید ما امتیاز ساختن ویدیو رو نداریم، یعنی باید برای هر جیمیلی حدودا 125 تا کریدیت میده که میتونن بسازن. حالا امتیاز برای هر ویدیو 25 تا امتیاز میگیره و برای هر یه دونه عکسی که بشه باش ساخت 2 تا امتیاز میگیره، که حالا اومدیم ما یه بار دیگه جیمیل رو وارد بکنیم و چجوری بگم یه چند امتیاز دیگه دوباره جمع کنیم تا بتونیم یه ویدیو بسازیم. خب ما حالا وارد رنووای میشیم، همون جایی که بهتون گفتم. خب منتظر میمونیم تا صفحه برامون قشنگ کامل بالا بیاد. ترجمه لازمی نیست. خب منتظر میمونیم تا کامل قشنگ کامل بالا بد. خب حالا این 3 خط بالای صفحه اگه نگاه بکنید، اونجا رو بزنیم، اینجا ما میایم جت استارت رو میزنیم و الان وارد صفحه چت میشه، چت هوش مصنوعی. بچه ها من رفتم یه بار دیگه تست کردم، قبلش یه تستی کردم که ببینم آیا درست میشه و بعد که مطمئن شدم الان میدونم که چجوری باید جیمیلمون رو عوض کنیم، یه جیمیل دیگه اصلا وارد کنیم که بازم بتونیم ویدیو بسازیم، که حدودا برای هر جیمیل میشه 1 2 5 تا حدودا میشه ویدیو ساخت برای هر جیمیل، اونم با عکس. خیلی خوبه، این مفید میتونه باشه براتون. خب بچه سعی میکنم ویدیو رو کات کنم تا وقتتون تلف نشه. خب آقا صفحه برامون بالا اومد. خب الان ببینید من الان کریدیت دارم. خب همونطور که گفتم یه بار اومدم من ثبت نام کردم تا قشنگ مختصر و کامل و کوتاه بهتون یاد بدم. خب آقا سمت بالا سمت چپ اگه نگاه کنید اونجا رو بزنید، اینجا براتون جیمیل ها رو میاره، این ویدیوهایی که قبلا ساختین رو میاره. ما الان که اومدیم روی این صفحه، روی این پایین که جیمیل هامون هستن اون رو کلیک میکنیم و لاگ اوت رو میزنیم تا از صفحه به بیرون بریم، یعنی از جیمیل به بیرون بریم. خب ما رو همینجوری منتقل میکنه به این صفحه. هم خودتون میتونید با یوزرنیم یا مثلا با یوزرنیم یا ایمیل و پسورد ثبت نام بکنید که ما لاگین واچ گوگل انتخاب میکنیم، همینجوری میزنیم تا به راحت ترین شکل ممکن ثبت نام بکنیم. خب منتظر میمونیم تا صفحه بالا بیاد. خب رفقا صفحه ما بالا اومد. مثلا من میتونم الان یه جیمیل تازه انتخاب بکنم که حالا مثلا من اینو انتخاب میکنم، این جیمیل هم انتخاب میکنم. جیمیل زیادم ساختم به خاطر همین که بتونم بعدن حالا شاید چیزی بود من ثبت نام بکنم. از کردیت های رایگان جا نمونیم. حالا رنو یکی از بهترین برنامه‌های ساخت ویدیو میتونه باشه، عکس هم میسازه یا عکس و ویرایش هم میده. اینش خیلی خوبه، بی‌نظیر واقعا بچه باور کنید. خب حالا ما که این جیمیل انتخاب کردیم خودش ما رو میبره به برنامه رنو یا چت هوش مصنوعی که نمیبره. آره خب اینجا میاره.
من این پایین حالا یه عکس میاره اینجا، بله تصویر ویدیو که میتونید حالا ببینید. خب من از پایین کانکتینگ میزنم. خب الان ما رو مستقیم برد به صفحه چت که اینو حالا میگه بیاید اشتراک ما رو بخرید شما، ولی از بالا سمت راست این دکمه ضرب رو بزنید کارتون حل. خب آقا الان ما این بالا 125 تا کردیت داریم، یعنی میتونیم 5 تا ویدیو بسازیم به عکس. خب ما میایم اینجا عکسمون میزنیم. دقت کنیم بچه‌ها، یه لحظه من نشون بدم. ببین این بالا میبینید یه دونش نوشته ایموجی یعنی ساخت تصویر، یه دونش هم نوشته ویدیو یعنی ساخت ویدیو. خب آقا ما عکسمون رو وارد کردیم و منتظریم که تایید بشه. حالا چجوری بگم، این بارگذاری بشه توی سایت تا با یه متن کوچیک کارو بزنیم. بچه ما متنمون رو بنویسیم تا این داره آپلود میشه. متنمونم با نوار ترجمه باز میخوایم بنویسیم. تکه تکه کردن موز با چاقو. حالا از قلب بود، منم دیگه همین پیشنهادی ها رو زدم همینجوری. خب آقا حل عکسمون هم بله آپلود شد. عکسمون از این پایین جنریتور میزنیم و منتظر میمونیم تا ویدیومون ساخته بشه. خب بچه من ویدیو رو کات میکنم تا وقتتون گرفته نشه. خب رفقا ویدیو ما ساخته شد. بزنیم روش ببینیم چجوری شد ویدیو ما. البته بچه من اگه دقت کرده باشین بچه اگه دقت کرده باشین من با پرامپت یا بدون هیچی نوشتم اصلا چیز خوبی در نیومد. اگه سعی کنید با پرامپت بنویسید خیلی خوشگل در میاد. و اینم بگم که رنو یه ویژگی بعدی که داره اینه که صدا نداره. بچه ها صدا برای ویدیوتون نداره. میتونید خودتون از گوگل تهیه کنید با این شات کپکات اون روی ویدیوهاتون بذارید، شاید مثلا بتونه یکم کمک کنه براتون. چون دیگه نمیدونم این ویژگی شاید برای اینه که باید چیزشو بخریم، ویژهشو بخریم، نمیدونم VIP بخریم، نمیدونم واقعا. رفقا من واقعا معذرت میخوام ازتون که وقتتون رو گرفتم، نمیدونم کلی کار انجام دادم، ولی خب اشکال نداره، این همشون آموزش بودن و الان شما آماده این هستید که چند تا ویدیو باحال یوتیوبی بسازید، آپلود کنید و حتی میتونید ویوهای میلیونی توی یوتیوب بگیرید که الان این نوع ویدیوهای شورت توی یوتیوب خیلی معروفن، یعنی خیلی خیلی معروفن و میتونید درآمد دلاری داشته باشید. آقا نوکر شما هستم. لایک کامنت ساب اگه بکنید دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.